به نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. اما بعد سلام و درود هموطنان عزیز. با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. امروز میخواستم درباره برادر اشورف این باید اشتراک میکرد یا که برنامه میداشت. متاسفانه بیمار شده است. امروز نمیتونسته است که برنامه حق و باطل رو ببره. به همین خاطر ما دیدیم که یوتیوب تاجیکی قرار است. به همین خاطر برآمدیم ما برنامه خودمون ماندیم. خب چی گفتنیم برادران گرامی قدر؟ بازم دعوت ما همین است که ما مردم تاجیک باید سرجم بشیم، باید کار بکنیم. انتخابات نزدیک آمدگی، بسیار نفرها نویستند، ولی هم کافی نیست برای ما که همین عمل انجام دادن در تاجیکستان. خواهش ما همین است که برادران گرامی قدر بیاید دستگیری بکنین ما را، بیاید کار بکنیم که در همه انتخابات یک کار بکنیم که رحمانوف بفهمه که من مخالف دارم. به همین خاطر بیاید ما را دستگیری بکنید. رقم‌ها در روی اکران هست برادران گرامی قدر. من نمیگم که شما بیاید در افیر صحبت بکنید من شما را بفهمانم، نه. بعدی برنامه شما میتونید زنگ بزنید صحبت بکنیم در همون باره که چی کار باید ما بکنیم. به همین خاطر برادرای عزیز بی‌طرف نباشه. خواهش همین است که برادران عزیز نوار ما را پدیلیت بکنین، لایکاتون را بمونین، به دیگران نوار ما را بفرسته که تا دیگران هم بفهمن که امروز برنامه درخش حق چیلمش ادامه داره. خب نگاه کنید که مردم اگر ما روزها و سالها بشینیم درباره رحمانوف صحبت بکنیم کم است. دیگه برادران مخالف خیلی صحبت کردن، آوردن دلیل ها که چخیل خائن است، چخیل دیکتاتور است، چخیل مردم قتل میکنه، زندان میکنه. همه چیزا رو در دیگه برنامه ها دیده. من نمیخوام برادرای عزیز بسیار باید تفسیر تحلیل بکنم. من میخوام که مردم سرجم بکنم. برادران گرامی، ما مردم تاجیک ما میتونیم. قوای بزرگ در دست مردم است. یک نفر نمیتونه یگان کار کرده. به همین خاطر بازم میگم که برادرای عزیز ما را دستگیری بکنه، پیگیری بکنه، برنامه ما را بنویسه، فکر نظرهاتون در کامنت ها ما میخونیم. تنها خواهش میکنیم که به دشنام به تحقیر بنویسه. کسانی که دشنام یا که تحقیر میکنن اونا اتوماتیکی بلاک میشون. اونا دیگه نمیتونن دیگه نویسته. خیلی روچکاشون نگیره، نه مدیریت رو. کسانی که دشنام میکنن فرق نداره کدام طرفی است، او آدم باید بلاک کرده شود، دیگه هوی کرده نشود. تمام همین خطی براوه. من از همین منبر گفتنیم که برادران عزیز در حق برادر اشورف دعا بکنه که کمی بیمار است. انشاءالله که خداوند برادر شفای کامل بتیه و برنامه ها شب روی شروع بکنه. خب امروز ما به همین خاطر برنامه خود را گذاشتیم، برای که اون برادران نبودن، یوتیوب تاجیکی خالی بود. به همین خاطر خواستیم که برنامه خودمون بگذاریم، فکر نظر خودمون بگیم، فکر نظر مردم هم بگیریم. برادران گرامی بازم دعوت همین است که بمونین لایکاتون پدیلیت بکنین تا که دیگران بفهمن که امروز ما برنامه داریم. برادران گرامی قدر، من خواهش میکنم یک نفر در همین استودیو بدرویه که من بفهمم که همین لینک من درست موندم یا که نه. رد اینترس پروستا دروی قبولش نمیکنم، یگان وای نیست. پروستا در اومده میشه و یا که نه. خب برادران گرامی
خب 1 دقیقه چیزی را خواستم اینجا. خب تمام 1 دقیقه. خب 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 برادران گرامی قدر چی گفتنیم درباره لک پاک. برادران عزیز توجه بکنین که 2 نفر به نام لک پاک اومدن در بین مخالفان تیپخشان مخالف گفته هر دی پر روشن سیاه کردن. امروز چهره اصلی اونها معلوم شده است. انشاءالله که مردم تاجیک هم میفهمه که کی مبارزه، کی مخالفه، کی بگیم که بزی حکمته. این چیزا مردم خودش درک میکنه. باز هم یه بار دیگه برادر اشورف در فیسبوکش نشر کرد که لک پاک یگان محل نبودن گروه 24 این شیدر هم نمیتوانند. من از منبر خودم تشکری به بچه های گروه 24 که اقدامی درست پیش گرفته. خانتون بزنید. انشاءالله فتنه بین مخالفان میره و این 2 نفری که به نام لک پاک هستند انشاءالله که اینا بروند در بین ما مخالفات دیگر یگان مشکلی نمیمونه. هر دی پرای روشون می اومدن سیاه میکردن در این طرف هم در اون طرف هم فلانیشی خیلی بیسمدانیشو خیلی اون هم منوچری کوهستانی رم همین انسان ها با پسته وید کردگیان که یا امر در هم دچه منوچر بودن. اینا هم طایفه انسان های هستن که نان و نمک تمیخرن در نمکدان تف میکنن. به همین خاطر انشاءالله که اینا چهره اصلیشون معلوم شده است. انشاءالله بر روزهای نزدیک با یک خبری خوش انشاءالله میشنوه نسبت لک پاک. بعد انشاءالله که همش درست میشه. ما مخالفا روز اول یک بدیم، هدف ما یک بد. تنها برنامه های هر انسان برنامه های خود چه داره. هدف همه یکه. رحمانوف باید نباشه. 24 هم، نهضت هم، پیمان هم، پارتیزان هم، 500 پلوس هم همه ما یک هدف داریم که امامعلی رحمانوف در سر قدرت نباشه. تمام. اینجا نفرای بودن که می اومدن شروع شیطانی میکردن تیپا در میدیا مردم نشون میدادن که تیپا مردم اینش ایوایش نفرت داره و اینش وایش دشنام میکنه و اینش با وایش چپه. یگان چی نیست. ما الحمدلله با همه برادرها یکیم، یگان مشکلی نداریم. این پیدا هم انشاءالله نخواهد شد. به همین خاطر دمی خیلی لک پک انشاءالله نگیره. مردم باید ما کاری بکنیم که در همین انتخابات او خیش نمونده است. برادرای عزیز 1 هفته دیگه وقت داریم. خواهش همین است که کسانی که میخواه واقعا یگان کار بکنیم که مردم داخل بیدار بشه و ای ما بفهمن. من میدونم که همین حزبایی که در داخل تاجیکستان هستن اونا دا من برادر محمد اقبال اشورف
دیگه مخالفا را خوبتر میشناسند. این اگر لوبای نفر باشه بلاگرهایی که من نکنن برویان در کوچه های شهر دوشنبه بگردن بگن که همین نامزدها را کیا میشناسه، همین حزب حرکت های سیاسی همین داخلی و خارجی حتما نام ما در اونجا گرفته میشه، برای که ما را مردم تماشا میکنن. ما چیزی که میخواهیم برای مردم میبرویم آشکارا میگیم. حزب حرکت هایی که امروز در داخلن در رادیو آزادی تماشا کرده دیده که میگه که نمیدونیم شون کیان. депутат ها را در نظر دارم. مردم نمیشناسه депутат چی خود چیه. وقتی تو депутат نشناسی значит رحمانوف تنها رحمانوف آواز میگیره خطی فرزندش خلاص. برای هم من چند بار دعوت کردم که مخالفان کیسگی تاجیکستان شما لااقل یک یوتیوب کانال بکشوی رنگی من برای هدفاتون به مردم بگین. بگید مردم ما میخوایم مترو بسازیم، ما میخوایم 20 زنی اجازت بدیم، ما سویت تو میتیم 24 ساعت، یا که ما واپسی شما را سویت نمیتیم، یا که معاش بلند میشوه، یا که یک نمیدونم صنعتی میکنیم تاجیکستان. شما اگراری میکنیم، حزب اگراری داریم، چی با نمیبروی پروپاگاندتون ببره؟ یا که رحمانوف نمیمونه تو رحمانوف نمیمونه در یوتیوب رو گپ زن. رحمانوف نمیمونه هجرت میکنه میبرم تاجیکستان، میبرم پروپاگاندا میبرم که مردم ما را بفهمن. شما بنام مخالفا در داخل یگان کار نمیکنه. در 32 سال شما نتوانسته که رحمانوف یک بارم ایواز بکنه، یا که برنامه خوب نداره یا که رحمانوف نمیمونه تو. این معلوم است که رحمانوف شما را نمیمونه. ممکن برنامه شما خوب باشن، یکی کیسگی کشیدی همه خیلی میشه. شما نمیتوانه یگان محل ما انشاءالله مردم تاجیک انقلاب بکنیم همه پارلمان کلن ایواز میشوه. یگان تا در همونجا کار نمیکنه. هم депутат هایی که هستی شما را یگان کس نمیشناخته است. شما برای چی معاش میگیره؟ برای شما خونه، برای شما ماشین، برای شما شوفیور است. برای چی؟ بودجه مردم پروست دزدیده خورده شده خلاص، دیگه اون چیز دیگر نیست. کلن انشاءالله که تغییر میخوره این پارلمان تاجیکستان. ای پولشوکش تا همون رئیس پارلمان علش میشوه. ما یک حکومت میسازیم که مردم انتخاب بکنه. مردم بیاید بگه که فلان انسان لایق فلان وظیفه است. میمونن چند نفر میمونن کدیمش که انتخاب بشه و در همون وظیفه برای کار کنن. ما انشاءالله هم خیلی میکنیم که یگان نفر باید که وضعیت که که بگیم کروپسیا در دست نداشته باشه. به همین خاطر برادرای عزیز باید ما کار بکنیم که یک برای دولت ساختن، برای یک چی یکمی تپک امام علی شریفویچ چپا کردن در کارای بعد بریم اینو بسازیم. این همون خانه هست که کهنه شدگیه. اینا باید فوندامنتش چپا کرد. یا خانه نو بسازیم، یا زندگی درست بسازیم برای مردم. برادرای عزیز تماشا بکنید که ما اگر فرق نداره لبای مخالفی که میاد سری قدرت در یک روز یا که در یک سال نمیتونه همه مهاجر به تاجیکستان بر بگردونه. نه که باید ما به روسیه علاقه خودمون خوبتر بکنیم که مناسبت بین دولتی را که شهروند تاجیکستان در روسیه تحقیر نشوه، لااقل پتنش ای بین برده شوه، حق و حقوق خود چه دفاع کرده بتونه. به همین خاطر برای همه این کارا را کردن باید ما رحمان و سرنگون بکنیم.
برادران عزیز بی‌طرف نباشید. ما را 200 نفر زیادتر تماشا داره. بمونه لایکاتون پدیلیت بکنین با یار و دوستاتون. برنامه یک 2 ساعت 2.5 ساعت انشاءالله امروز دوام میکنه. به همین خاطر بی‌طرف نباشه، دستگیری بکنید. خب خب یک 2 نفر برادر عزیز اینجا در آمدگی کلوب برادر شما اجازه دادگی نیسته. من خواهش میکنم که اما وقتی که در استودیو وارد میشه اجازت بتین پسان وارد بشین، برای که اینجا یک تا کلوب یک تا دیگه تورسونزاده شما برادر عزیز اجازه دادگی نیسته. من شما را نمیتونم وارد استودیو بکنم. یکم اجازت بتین پسان وارد بشین. خب یه بار دیگه اینجا یه بار دیگه در کامنت بمونیمش. خب یک دقیقه برادران گرامی قدر بخشش زیاد اینجا یک 2 نفر زنگ زدن نخواستن که صداشون در افیر بیاید، به همین خاطر ما ذوقمون زدیم. خب چی گفتن این برادران عزیز؟ شما دیده که در رادیو آزادی یک نوار پخش شد که یک با وینی میگم پروکراتورای گنرالی تاجیکستان یک دخترک برآمد صحبت کرد، گفت که 2024 یگان نفر از گروه 24 که از دیگر حزب و حرکت ها به تاجیکستان استرداد نکردند. شما بسته که چخیل دروغ میگن. شما دیده که برادر سهراب ظفر دزیدن ای ترکیه 6 ماه ناپدید چید. بعد او گفتن که در تاجیکستان قطعی برادر نسیم جان شریپوف اینا همخیر روشا دروغ میگن. ما این چیزا رو میدونیم. دزدیدن، بیزنس بود. اردگان بر رحمانوف بیزنس کرد. یاده همین خلکی پناهنده ترک در تاجیکستان بوده. اینا ما در ترکیه گفتن بیا برکت میکنیم تمام. یگان چیزی دیگر نیسته. گرفتن همین حلش کردن بردن هر کدومش حق خودش گرفت. این بدبختو میبرند دروغ میگن که یگان چیز با ایمینا گروه 24 میگه. مردم کور نیست دیده سوده که شما چه ظلم میکنه میره ای دیگه شهر نویو بگیم ای دیگه دولت ها میگیره آدمو رو میاره زندان میکنه. نه من بدونم که همون برادرها گناهگارن. من یگان چی نمیگم. نه سلاح داشتن، نه
ягон каса ба ҷанг даъват кардан. ҳамаи наворош дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳаст. бидроед тамошо бикунед суханрониҳои мардума, ки мардум мо имрӯз паси ҳамун нафарҳо як бор дифоъ намекунем. як кас намебарояд ёд намекуна ҳамун нафарҳоро, ки бародарои азиз, дар ҳамин раҳ инам хеле инсонҳо буданд, омаданд, моро даъват карданд, мо ба даъвати ҳамунҳо ҳамиҷо омадем. мутаассифона фаромӯш мекунанд мардум. як рӯз нимрӯз дар бораи як инсон суҳбат мекунанд, пас он халос. ё ки мебироянд баъд чанд нафарҳо мебироянд мегӯянд ки мо эҳсосотӣ шидем, ки бародарро бурдан зиндон карданд. бародарои азиз, ман 10 сол шид эҳсосотиам. 9 сол мешада? 9 сол 10 сол меша ки ман эҳсосотиам. бародари ман 2 сол дар Русия маҳкам буд. бо ина 8 сол дига шид. нафарҳое ки воқеан ҳам метавонанд ки ягон кор бикунанд барои ҳамин давлат, барои ҳамин миллат. арзандаи ягон вазифаҳои баланди ҳамин ҳукуматианд, не ки имрӯз дар зиндонанд. мо натонистем дифоъ карда мардум. мо лоақал дифоъ карданро ёд нагирифтем дар ҳамин 10 сол. як бародарро мебаранд зиндон мекунанд, як нафар садо баланд намекунад. ба худо ман фикр мекардам ки ҳамин Иззат Амон ягон кор карда метавонад. 16,000-18,000 бинанда дошт. иқа кӯмаке ки ба мардума кардагӣ буд. вақте бечораро бурдан зиндонаш кардан, бо ҳамин мардуми тоҷик биромадан гуфтанд ки Иззат Амон аймо қарздор аст. бародарои азиз, шарм бикунед, хубӣ карда наметавонед, лоақал гандагӣ накунед. мусалмон ҳамун мусалмоне ки фоидат агар намераса, лоақал бояд залалат нараса. мо фоидамон нарасида, мутаассифона залалмона дар ҳамун инсон расондем. як нафар ёдаш мекуна, як нафар дачка мекуна ҳамун бародар Иззат Амона. муҳоҷиро, ин хитоб барои муҳоҷиро аст. валлоҳи қасамай, ман ҳамун чени коронавирус дар Беларус будам, мана Иззат Амон кӯмак кардагӣ нест. не ки мана дилам месӯза ба ӯ одам, ки иқа хизматое ки барои мардуми муҳоҷири тоҷик дар Москав кард, имрӯз шумо фаромӯш кардед. бародарои азиз, сабаб дар чие ки шумо як бор кӯмак намекунед бародар Иззат Амона. $50, $20, $10 ба ҳамун хонатон равон мекунед, мебинед ки бар ҳамин як намедонам чое капучино ин ҳамин 2 кило гӯшта сирх кунед баре битиеш. ин мардуми мо воқеан тиёрахир шудагӣ, бародару сахтон нараса. қин ҳақиқати ин мардум ягон кор кардан. ба худо ман ина чанд қаши даъват дорам ки бародарои азиз, биёе коре бикунем ки дар ҳамин интихобот ягон кор бикунем. як чанд нафар аз чанд шаҳру ноҳияҳо бечораҳо ҳар рӯз мегӯянд ака чикор кунем, чикор накунем. бародарои азиз, барномаи ман агар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон нафарҳо пайдо нашаванд, ман намехоҳам ки дар як шаҳру ноҳия он кор бишавад, дар як шаҳри дигаш не. ман мехоҳам дар ҳамаи ноҳияҳои Тоҷикистон як нафарӣ бошад ки ҳамун кор анҷом биёвад дар як вақт, дар як соат. пас он мардума бедориша шумо худтон мебинед, як нафарӣ дар кор аст. зиёд нафарҳо мебирояд дар эфирҳо мегӯяд ки бародарои азиз, мо омодаем любой кор да. як нафар нестай ки бирояд як ноҳия, як нафар дар як ноҳия 40-50 ҳазор одам зиёд зиндагӣ мекунад. мутаассифона амо ай чанд шаҳру ноҳияҳо намехоҳам ҷа номбар бикунам, барое ки мушкилӣ нашавад барои ҳамон бародарҳо. воқеан ҳам занг мезананд, мегӯянд ки чӣ кор кунем, мо омодаем, биё
همون کاری گفتگی تا بکنید. برادر عزیز شما صبر کنید. من میخوام که مردم دعوت بکنم همه شهر نوحیه در یک وقت در یک زمان همتون یکی همون کارا بکنید. این خیلی نمیشه که مثال شما یک تتون بکنید تتون نکنید. اگر بشوه همین برنامه مردم من جمع کرده بتونم همتون یک وقت اگر انجام بتیه کارا میکنیم. نه که اگر نشوه دیگر بودم یگان نقشه دیگه میریم. برادر عزیز من نمیخوام که مثال این برنامه من در یک شهر نوحیه ها بشوه در دیگرش نه. من میخوام که در همه شهر نوحیه ها این محض برای همین انتخابات بود، ضربه سخت برای رحمانوف بود. به همین خاطر برادر عزیز من میگم که بیای دستگیری بکنید. من در همین آلمانم برادران گرامی قدر باید ترمین میگرفتم، متاسفانه نتونستم. برای در پیش پسال برایم یک روز دیم انتخابات است. در پیش پسال برلین می رفتیم، یا تظاهرات برپا می کردیم. من خودم کمی کار دارم، نمیتونم همون چیزها رفته. اگر من میگرفتم همون تربین ها، مثال همون بگیم همون اجازت میتینگ من میگرفتم، مردم دعوت میکردم که مردم روز دیم همه کسا بیای با برلین به پیش پاسالا میبینیم که مردم تاجیک چند قمی آیا، میبینیم که چند قم مخالف جمع میشه. شما دروغ میگه انتخابات ها را میگه که مردمی شفاف های، این چیزا دروغ میگین شما. ما اثبات میکنیم که شما دروغ میگین. من متاسفانه کمی کار دارم، روزای 28 تا روز 5 کمی بندم. اگر میرفتم من تربین اجازه چه میگرفتم و میرفتم، یگان مشکلی نبود. یکی دعوتی من همین است که یگان برادرایی که باشن بگیره همین کار را بکنه. برادرای عزیز ما باید در همین خیلی محل ها اگر نخیزیم صدا بلند نکنیم دیگه کی ما گپ میزنیم. حاضی محلی گپ زنیه، حاضی محلی روشکا و قلم گرفتن است. برادر عزیز حاضی وقتی نویس و نویس است. ما باید بخیزیم یک کار بکنیم، بخیزیم دکزت بکنیم اینا را که شما دروغ میگین، شما مردمی نیستین. اینا ما باید با نوار با مردم نشون بدیم که چند نفر میایه همون روز دیم از ساعت 8 تا ساعت 2 بگیم که در برلین در پاسولستوا برای آواستی مردم دعوت کردین. من در گروه آلمانیا در همینجا خواندم که روز دیم روز آواستی بوده است از ساعت 8 تا ساعت 2. به همین خاطر برادرای عزیز باید ما سرجم بشیم، یک کار بکنیم، بریم به مردم نشان بدیم اینا پسال اینا مردم یک نفر اومد یا که 100 نفر اومد یا 1000 نفر اومد، اینا ما مخالفو چند نفر اومدیم. ما نمیخواهیم رحمانوفا. چخیلی که امروز در فیسبوک نشر کردم، ما از انتخابات بیزاریم، آزادی و عدالت میخواهیم 500 پلوس. برادر عزیز این شعار من است برای انتخابات. ما از انتخابات بیزاریم، واقعا مردم تاجیک بیزار است. این انتخابات دروغ است. ما تا کی همیشه خودمون فهم میکنیم، یگان کار نمیکنیم برادرای عزیز، بعد با ما با رحمانوف گناهگار میکنیم. رحمانوف اگر 50% گناهگار باشه 50% دیگه همین ملت گناهگاره که حق و حقوق خودش طلب نکرد. ما 100% باید رحمانوف اینجا
سرزنش نکنین. اینجا مردم هم کمی نه 50% مردم هم گناهکار است که حق و حقوق خودش طلب نکرد. رحمانوف مردم واقعا هم بی‌سواد کرد. رحمانوف برای بی‌سواد کردن مردم خیلی سعی و کوشش کرد. وقتی مردم حق و حقوق خودش طلب نمیکنن دیگه او ولست کردن میگیره. به همین خاطر باید ما فرهنگ سیاسی مردم را بالا ببریم. مردم شریف تاجیکستان، شما لایق زندگی خوب هستید. من تاجیکستان را با بلاروس و با نمیدونم با قزاقستان و با ازبکستان برابر ندارم. تاجیکستان لااقل با قرقیزستان برابر نیست. اهالیش کمه، اهالی قرقیزستان. زندگی او انسان ها را میبینید. در دیگر شهر و ناحیه ها بگیم، در دیگر دولت ها میروند، زندگی اونها را میبینی. نه تحقیر میشوند از طرف پلیسی در پریمیر روس. چی گپی های در سر همین تاجیکه؟ تاجیک کراکو سیتی رفت نمیسترا کرد. تاجیک افتابو زده درنی او افتارون در بوله موست. تاجیک نمیدونم فلانی تجاوز کرد. تاجیک برادرای عزیز، ما اگر اکستریمیست میبودیم، ما اگر تروریست میبودیم، با خودتون سوال بکنید. حقا با پشت سودگی ها که نمیدونم در تای کدام تلویزیون رشتگی تماشا داره، با خودتون نبور سوال بتیه که همین شما خودتون تروریستین. ما مردم شریف تاجیکستان اگر اکستریمیست میبودیم، اگر تروریست میبودیم، ولی در این 30 سال 50 بار زنی رحمانوف شو دادگی بودیم. نه که ما نه تروریستیم نه اکستریمیست. یگان جوره نه کفاندیم، نیتی کفاندن هم نداریم. این بدبختا میارن چی گناهی در سر ما میزننش. ما اگر خیلی کفان و پران و کشت و کشک میشید، ولی 10 بار زن تا شو دادگی بدیم، خطا چون چکار کردگی بدیم. بدبخت آورد این ملت هم خیلی معرفی کرد که جهان ما را اکستریمیست تروریست میشناسه. جهان تاجیک میگوی به خدا کو تاجیک میگوی که میترسن مردم. من در بسیاری جا قطعی چند نفر رو گپ میزنم، تاجیک نمیگم خدمت. من اولش همیخه تاجیک نمیگفتم خدمت. نه که من تاجیکم. من بسیار سوال میکردن که سبب در چیه که تخت تاجیک نمیگویی، دیگه چی میگویی؟ من این مشکلی من نمیخوام این چیزا بگم در پوبلیکا، برای که نمیخوام بگم. من در بعدی قطعی یگان دیگه در ملت ها اگر صحبت بکنم میپرسند ملت چیه، یگان چیز دیگر میگم. یگان بار تاجیک گفتگی نیستم. برای که ما را همه خیلی نشون دادگی که اگر ما در یگان جا بریم بگن که ما تاجیکیم، باور کن میگه شما گرنی بده. همون شب روزی که کراکوس بگیم در گرفته در کلای تاجیکا زدنش، همون شب روز من آلمانی میخواندم، زبانی آلمانی میخواندم در مکتب، اگزمین مون بود. بعد رفتم گفتن که خیلی همون لیستا را دادن، گفتن که بگو که همون سوال ها جواب بده بره. بعد اونجا یک نفر بود از بلاروس بود، او میدونست که من تاجیکم. سنی معلمه گفت که بهای اینا بگذار که از کلاشنیکوف میگیره میدروه. این گنده در من سخت میرسده. من نمیدونم دیگه آدم‌ها در چه قبول میکنن. فکر میکنن که ما تاجیکا یگان خیلی آدم کشیم یا که نمیدونم چه تصور میکنن این مردم. من گفته شدم که من خدمت حربی نکردم، یگان بار سلاح در دست نگرفتم.
من نمیدونم که سلاح چخم زریجت میکنن چخم میپرونن. یکی امروز اینا میبروین ما را اتهام به چی میکنن؟ اکستریمیست، تروریست، یا که میبروین آتش میگه که شما خائنه. ای خدا بترسه، ای خدا بترسه. همین قمه میگم که ای خدا بترسه، دروغ نگه. خب خب پروسته حکومت همین کار داره، میبروه مردم اکستریمیست میگه، تروریست میگه، این میگه، وای میگه. خب برادرای عزیز نگاه کنید، شما فکر نظرهاتون رو مینویسید در کامنت ها، من حتما اونها رو میخونم. خیلی نیست که من نخونم. من خواهش میکنم که کسانی که میخواد صحبت بکنه لینک در زیر نوار گذاشته شده است، میتونه که در کامنت هم هست، میتونه که همین کامنت میدروی، یگان مشکلی نیست. همین لینک هم میجقی تمام میدروی صحبت میکنیم. برادرای عزیز درباره انتخابات باید ما صحبت بکنیم. مردم ما وقت جدا میکنیم، میبینیم که اگر برادرها و مثل برادر اشورف نمیتونه صحبت کرده، ما میبرویم صحبت میکنیم. من خیلی نیست که برادرای عزیز من در یک هفته یک بار برنامه بکنم و اجداد بکنم که که هفته دیگر من اگر پگرم برنامه دارم. من هر روز میخوام صحبت بکنم با این مردم تا همین انتخابات باید یک کار بکنیم. خواهش همین است که برادر عزیز، کدومت که وطن دوست میداره، کدومت که نمیخواد که رحمانوف باشه، بیای برادر عزیز دبر ما باشه. من نمیگم که شما بیای با چهره باشه، من نمیگم که شما من از سوم بتیه کمک بکنه که دیگرها یگان کار بکنن. سوم هم دارم من، همه چیزم خوبه، تنها در من کمکی یا فیزیکی شما در کاره. خواهش میکنم که برادرای عزیز دستگیری بکنین. وطن دار. خب سلام علیکم وطندار، بفرمایید. سلام علیکم. شما میکروفونتون کشتگی ای برآمده، شما میکروفونتون کشتگی بود وطندار. وقتی ما شما قبول کردم با نمیدونم عیب چی بود شما برآمده. خب نگاه کنید که ما باید نمی تا انتخابات همین شبکه مجازی باید بکفونیم. هر روز باید ما ویدیو بکنیم مخالفین که ما رحمانوف بیزاریم، رحمانوف نمیخوایم، این یک سپیتاکل بیش نیست، این ویبر نیست، این یک سپیتاکل ای تمام. به همین خاطر باید مردم بروی فکر نظرش بگه که مردم میخواه همین رحمانوف، مردم نمیخواه همین رحمانوف. متاسفانه نه طرفدارای رحمانوف میبروین صحبت میکنن نه مخالفش. برادرای عزیز ما وقت جدا میکنیم، ما هم زندگی داریم، پس زندگی مونیم. با وقتی که ما اومدیم با چهره برادرای عزیز، من ای دستم حاضی همین کار میوید. اگر این کار زیادتر بیاید والله قسم ای که من یکم آدمی که همون کار را نکنم. من حاضی همین کار را میتونم که مردم دعوت بکنم، مردم بیای یا برنامه بکشیم، بیای یا کار بکنیم، بیای یا کاری بکنیم که رحمانوف سرنگون بکنیم. مثال ای چند شهر نو یا برآمد که متاسفانه اولی هم کم برای همون کار کردن، نه کمتر
35 شهر ناحیه همه از 35 شهر ناحیه دا اگر 35 40 آدم هم میخوای باشه هر یک شهر ناحیه انشاءالله کار میکنیم که همه کسا در یک وقت پروست مردم بیدار میشوه. مردم داخل من میدونم که مردم تاجیکستان بیدارن. مردم تاجیکستان 100% میدونن که رحمانوف ظالمه، سویت چون نداده است. همه مشکلی سر مردم داخله. نه که مردم داخل میترسن. برای چی میترسن؟ یک نفر باشه که یک کار انجام بتیه، انا شما تماشا کنه که اون مردم خیستن شه. یا برادرای عزیز دستگیری بکنه. در همین انتخابات یک برنامه دارم، همین پیاده بکنه. مردم بیدار نشید، توکلش به خدا. لیکن من ای خدا امید دارم که ما میتونیم یک کار بکنیم. من ناامید نیستم. من میخوام که یک کار بکنیم. انشاءالله میکنیم. بازم میگم که برادرای عزیز ما را تای 500 نفر تماشا داره. بمونین لایکاتون برادرای عزیز. کسانی که آبونه شدگی نیستین آبونه شوین در برنامه ما. برادر عزیز 40 دقیقه شد من همینجا صحبت کرده شدم. یک نفر نمیبروه همینجا صحبت بکنیم. من خواهش میکنم که ببروه مردم درباره انتخابات فکر نظرهاتون بگین. به طرف نباشین. به طرفی این به شرفی است برادر عزیز. ما 500 نفر تماشا داره. من حیران میمونم که شما فکر کنید که من در زال ششتگی گپ زده استم یگان نفر سوال نمیتیه. خواهش میکنم که یک فکر نظری خطه بگو. 500 نفر همچه من گپ زدم 500 نفر یک کس سوال نمیتیه که جواب نمیگیره. نخواد که همینجا طرفدارای رحمانوف نباشن. مالی که وطن دوستای ما گرینیان وقت ندارن شتگی چای کود موندگی در پیشون یا هم باشن نمیخواهن که صداشون یگان کس نفهمه یگان کارشون بکنن. به همین خاطر این مردمی در اروپا بودگی کم ترک دوری میجوین. برادر عزیز به طرف نباشه. روزی ننگ ناموس های، روزی انتخابات های. ما دولت دموکراتی نه دولت پادشاهی یا که یگان چیز دیگه. ما باید همین انتخابات بگیم که ما رحمانوف نمیخواهیم. ما پراتیف سخیم. ما یگان تعیین انتخاب نمیکنیم. صدامون ما بلند نکنیم. رحمانوف با 50 سال دیگه میسته. برای خاطر میگم که برادرای عزیز بیایید یک کاری بکنیم که در همین انتخابات بر رحمانوف یک سلام پیغامی خودمون برسونیم. خب نسبت رحمانوف برادر عزیز تشکر که کامنت میکنه. مثال مینویسه متاسفانه یک نفر نمیبروه در استودیو یگان چی بگه. من برادر عزیز شما باید بروی صحبت بکنی. من نمیگم که با چهره بروی صحبت بکنی. من نمیگم که شما صورتاتون رو به من نشان بدید. نه، شما لااقل این همین برنامه ها میشوند شما نمیبروی صحبت نمیکنید. رحمان فکر میکنه که یک نفر میبروه 10,000 آدم تماشاش میکنه. یک کس نمیبروه فکر نظرش نمیگه. برادر عزیز من یک نفر تماشا بکنه و یک نفر باشه که وطن دوست باشه و برای فکر نظری خودش بگه.
متاسفانه من ندیده شدم همون نفری که ببره فکر نظر خدشه بگه. برادر عزیز بی‌طرف نباشه، وقتی ننگه این روزا غنیمت بدونه. این در 4-5 سال یک بار میاد خیلی آواز دادن، آوازی نو ویبری پارلمانی یا که ویبری پرزیدنتیش 7 ساله. خب یک برادر یک نومی ساز نمیمونی بیناموسا با اجازت نداده است. برادر عزیز نمیتونم خطا قبول کرده، همینه اجازت بده پس آن وارد بشه. خواهش میکنم برادر عزیز همون وقتی که استودیو وارد میشه اجازت بدیم پس آن وارد بشیم. برادر عزیز راسته. خب 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 اینجا خب خب برادر عزیز من در کامنت ها را خونده نمیتونم حاضی بازم شرمندگی. سلام علیکم. برادر ما سلام علیکم. و علیکم السلام. سلامتی هاش خیر برادر. درست. از شما پرسیم فکر نظرتون درباره انتخابات میگفته برادر عزیز. قبول داره رحمانوفا، قبول نداره رحمانوفا؟ یک 3 دقیقه برای که در استودیو آدم پیدا شده سوزن انشاءالله که صحبت شروع میکنیم. انشاءالله برادر. این انتخابات پرزیدنتی یا انتخابات پارلمانی؟ انتخابات پارلمانی. راستی گپ هم به خوبان من برای می پاسگام میزنم مردم بیدار نشد. بتشویش بفهمیم صداتا. برای انتخاب پارلمانی برادر راستی گپ من یگان حزب یگان اعضای حزب نمیشناسم. اگر که میشناختم مقصد یگان چیز میگفتم. متاسفانه یگان نمودی حزب نه من میشناسم نه شما نه یگان بیننده ها. درست نه؟ بله. اویدی یگان کاری باید کنیم در داخل برادر. راستی گپ اگر یگان پیشکش داشته باشید پیشکش کنید به ما گوش کنیم برادر. چی کار باید ما کنیم در داخل؟ برادر عزیز من نمیتونم اون برنامه ما در ایفیر بگم که پگر رحمانوف دیگه مردم نمونه همون کارا را کردن. شما اگر در تاجیکستان باشید یا که راحتی باشه تا انتخابات تا روز دیگه تا روز یکم روز دیگه ما یگان کار باید نکنیم. تا روز یکم باید ما مردم تاجیک یک کاری بکنیم که پیش انتخاباتی برای مردم ای کار. اگر شما یگان شهر ناحیه‌ای باشید که اینجا به من یگان کس نویستگی نباشه انشاءالله که ما اینجا برنامه کشیدگیم چیزا تیار هستند. تنها همون افراد در کار که هر شهر ناحیه هم چیزا رو تقسیم بکنه. تقسیم نه در یک پیش مکتب میبری میمونی، در پیش بازار، در پیش مسجد، نمیدونم در جای جمعیتی پروست مردم همون چیزا میبینن میفهمن که چی گپه. من این قضیه دیگه گفته نمیتونم. یگان نامزدا هست نامزدای حزب یگان نفرای معین هست در انتخابات نفرای شناخته که راستیش من نمیشناسم شون تا حال نشناختم شون. همه قمه قومشون که کیان همونا
مردم هم سوال میتین رادیو آزادی چخیلی نشر نکرده شده. من نمیدونم که برای چی رادیو آزادی نشر نمیکنه اما دپوتات های کیسگی تاجیکستان. به خدا شرمندگی برادر باور کن. یگان کس داخل نمیشد به استودیو. نه من در یک چیز حیران میشم که برادرای عزیز نگاه کنید، وقتی که یوتیوب تاجیکی خالی میمونه میبرایم برنامه خودمون پیشکش میکنیم به مردم، میگیم که برادرای عزیز درباره ویبر پارلمانی بیای فکر نظرهاتون رو بگید. شما میخواهی همین حزب رحمانوف پبیدید بکنه یا که یگان حزبای دیگر شما میخواهی؟ یگان کس نمیبرای فکر نظرش نمیگه. بعد کنیش رحمانوف باشه میگه اوه این مردم نمیفوره، همه طرفدار من فکر میکنه. برای که ما مردم تاجیک کسانی که سکوت میکنن، وقتی سوال میکنی سکوت میکنه، سکوت علامت ریزگی است. وقتی مردم سکوت میکنه رحمان فکر میکنه که تمام همه اینو در من آواز دادگی هم یا که طرفدار من. برادر آماز مایل داخل شوند، داخل استود شوند، نه حکومت تحقیر کنند نه مثال خودت تحقیر کنند، برویند آزاد فکراشون نگاه بزنند بی تحقیر یگان منصبدار، بی تحقیر یگان پرزیدنت، بی تحقیر یگان حکومتی های فرق ندارد. برویند آزاد فکراشون نگاه بزنند که دشنام تحقیر لازم نیست. گواهی دارم که میفهم دیگه حکومت تاجیکستان 100% برادر عزیز من قطعی خودت راضیم. من میخوام که مردم روی فکر نظرش درباره ویبر پارلمانی فکر نظرهاشون بگن. نکی متاسفانه مردم نمیدونه مرا تا 500 نفر تماشا داره یا شما یکم آدمی هستی که در استودیو واری چیده صحبت داره. چسبید اینترنت ها ساز شد. خیلی برادر الماس این همیشه گفتنی من راستی گپ درباره انتخابات یگان معلومات هم نیست که مثال یگان چیز پیشکش کنم. من به خدا اصلا که هیچکی نبود در استودیو داخل شدم که هم بستگی کنم خطیتان برادر الماس. تشکر. نه انشالله که دیگه مردم یکی نه بر استودیو من فکر میکردم که من نطوری همین لینک گذاشتگیم که مردم نمیتونن واری چیده نه значит میشیده است. خب باز اگر همینجا یک طرفدار رحمانوف نپریمیر اسدالله بیاید همینجا همین برنامه ده اسدالله بیاید یا که خلاص یکون طرفدار حکومت همون طرفدار حکومت بیاد بعد این مردم ما میبروین بعد دیگه اوره میکنن جنگ میکنن. این مردم ما در گیجای جنگ باشه یا که یک کسی خورد بکنه همون جده متاسفانه بینندش زیاده. به خدا الماس برادر راستی گپ من نه شمای تحقیر کردنی نه حکومت تحقیر کردنی نه یگان حزب من درباره همین چیزا معلومات میداشتم مثال تحقیر میکردم یگان حزب یگان مثال شمای اگر یگان مینوستان میشد از بس که من یگان پرابلم از دست مثال نسبت شما ندیدم یگان حزب من نمیشناسم که یگان کسی تحقیر کنم راستی گپ برادر. خیلی ما همین در استودیو تماشا میکنیم برنامه‌تون رو گوش میکنیم برادر دوام میشه انشاءالله اگر فرصت شود با داخل میشم حتما برادر. تمام خدا نگهبانت برادر عزیز. سلامت باشید برادران. سلامت باشید. خدا نگهبان. خب برادران گرامی قدر ما را 500 نفر زیاد تماشا داره. بازم برادرای عزیز ما 100 دانه لایک گرفتیم. لااقل همون لایکاتون بمونه نمیبره صحبت نمیکنه برادرای عزیز که یک نفر دیگر ببینه همین نوارا و بیاید فکر نظرش بگه. خواهش همین است برادرای عزیز بمونه همون لایکاتون. آخری برنامه دا بگیرش اگر او قمه ترسین که همین رحمانش من اولی اکستریمیستی یا که تروریستی اعلان نکردید که شما بترسه برادرای عزیز که اکستریمیستین اعلان کردن لایک هم نمونه. برادرای عزیز شما از چی میترسه؟ من همین چیزا حیرانم. خب
الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. چه خوبی؟ تشکر. ما در برنامه برادر عزیز. بگم همین شما میگید که ما را حقارت نکنیم، میگوییم ما حقارت نمیکنیم. وقتی که ما زنگ میزنیم سوال جواب میکنم قطعی، فقط خاموش نمیکنی گپی خود تزنی با مرا با خوش کنی. مالی خیلی بیو در استودیو صحبت کنیم خو یکان مشکلی نیست. نه تو گوش کده من فهمیدم من مشکلی نیست. راست شما فقط گپی خودتون میگذرونید، تلفن بیزروق میکنید، اما کسب خوب دارید شما. تمام شما گپ برادر عزیز من بگو که من کیخ آواز چه خاموش کردم. من میگمش که برادر عزیز گپ تا بگو تیار که بعد من گپ میزنم، یا که وقتی من گپ میزنم شما باید خب کنی. همین خیلی قاعده گپ. باز دکاسه اگر ما گپ زنیم یگان کس ما را نمیفهمه. و همین خاطر توری صد راست شما در اونجا دعوت داره، دعوت میکنی میبرد قطعید یا یک خوش میکنی یا گم میزنی. همین سوال میشد که مقصد موضوع درباره همون گپ تو سراز نخی که پرزیدنت حقارت کنی در موبایل گپ بگو که وای این خیلی ما تو را زنگ زدیم و قطعی خودت گم میزنی. بله تو سوال ته من سوال جواب میتم، با تو سوال ته من سوال جواب میتم، نه که به حقارت به آواز کشتن. تمام. من بگو که در همین ویبری پارلمانی تو میخوای که امام علی رحمانوف حزبش برد بکنه. 100% میخوام. شما میتونی گفته که امام علی رحمانوف در طول 33 سال چی کارهای خوب کرده است به همین ملت که شما لایقی باز هم یه بار دیگه همین حزبی همین قبول کردنش مثال یه بار دیگه داره. شما خودتون بگفتی من مثال در همین شبکه‌های اینترنت چیزی شود میگو که اقبال میگود که مثال فلان جا سیامکا کرده پاستن آدمو برای من میگود، یکی خدا در همه جا در شبکه ها همه چیز شما اما پریکراس ناز میدونید در کجا آبادی کرده در کجا آبادی نکرده. نه که شما یک چیز گپ محول میزنم و سراز تو میگی که تو گذشته را مون هم تو فکر کن یا با 25 سال پیش چخیل بود حاضر چخیل شد. 25 سال پیش برادر عزیز ما سوی داشتیم، دروغ نمیگم والله قسمه در خونمون کرم بود. قسم نکن آب میره. گوش کن به قسم من تو را گفتم که برادر عزیز نگاه کده من 25 سال پیش در خونه ما آب میریخت، ما سوی داشتیم، رهای کوچمون اسفال بود، لطاک بود. حاضر نیست همون چیز. اکو ما ترا حاضر ما گاب زنم که تو من میگی 100% دروغه. آخی 2002 3 4 5 آدمو دیدی بیسویتی مثال مردگی بودن در خونه که فهمیدی آدمو در خونه که مردگی بودن. اکو تو فکر کن که چی خیلی بهبودی مثال تا حاضر من خودم لیشنی مثال 25 سال دمی خوجان زندگی میکنم اروپا میرم میبیام نه که سوید نبود در خوجان حاضر همین خوجان با سوید هم میکشد که دست خوجان خبر میکنه آب میکشد که همین خود تو باور میکنی نه تو مسلمان چی خیلی فکر کنی زنگ میزن همین همسایه هم میگود که همین آب نمیشد میگود یه روز آب نمیشد پیشکی خبر میکنن و همین چیزا 25 سال 20 سال پیش همین چیزا نبود آخی. همین هر یک کاری که مثال وقت و ساعت قطعی میبیاد همین بین آدما برای بیفرزندی 15 سال 20 سال جدت میکنن خداوند همون وقت ساعت هم میبیارد میتیادشون آخی هر هرچی آباد شده اونساده شما فقط دعوت میکنی گب میزنی بیچاره پشت شما رو نیم آدم بودو ترمه شد شما فقط روی راست هم دعوت شما میکنی فقط گب میزنی حقورت گب میزنی حقورت. همین شما رو من قریب چند سال بود مونده شدم در گوش کنی را شما فقط گم میزن حقورت. تو داوتی کامنتاریا دیدی یک بار نمیگو که همین حقورت کردی پرزیدنت یا اون خیلی گفتی همین حقورت قطعی یگان مقصد شما بود میشد یگان کورتون همین تو خدا اما کلانی بفکرم آدمی چند ابرزوانی داری خوندگی موی سر رنگ موی سر من ریخته همین خودت میدونی همین قد
خوندگی به عقلی ده همین تو همین حقورت قطعی کیه؟ من کی را حقارت کردم برادر عزیز؟ ولی بیست تو میگی که من ابو که من کی را دشنام کردم؟ یک جای چیز بیار که من یک نفر دشنام کرده باشم. من داشت رحمانو فنا نمیگذارم همینجا دشنام بکنن. این همینجا مخالفا میبروین یکان چی می نویسن در کامنت من بلاکش میکنم میروا. من نمیگذارم که داشت رحمانو فکی من دشمنم میدونم. من نمیگذارم که اون کس رحمانو دشنام بکنم. من اون نفر نیستم که دشنام بکنم برادر عزیز. بعد میگویی که یکم خبر نمیکردن از خبر مینن. در 30 سال در 33 سال امامعلی رحمانوف یکم خبر نمیکرد سویتا را میکشت یا که آبا را قد میکردن. امروز اگه خبرتون میکنه که مردم سویتون نمیتیم 2 روز یا 1 روز نمیشه تئوریتون ببینه میکشمش. اینا پیشروی مردم در 33 سال پیشروی من در نظر دارم آدمو ایتاژ آدمو فهمیدم برادر عزیز. برادر عزیز نگاه کده همین پیشرویه یکم نبود همین چیزا. حاضر رحمانوف میگه که 1 روز نیم روز او نمیشه تئوریتون ببینی. همین پیشرویه نه؟ تو گوش کن پیشروی گوش کن. شما آخه یادرگید قطعی جنگی همسایت قطعی خیسی یادرگید کشتی خیسی برونده گریخته رفتتون کیرا کشتیم برادر عزیز؟ کیرا کشتیم؟ و یادرگید قطعی جنگ کرد خیسی یادر گفتی دولت اسلامی شد یادر گفتی این خیلی شد. گوش کن برادر یادرگید خوردی ولی شما اون شسته یا بچه رو تو یا نونتی اوبتی نمیتوی و تو در اونجا شده با همون دمت شله بخصادی تو گامیزنی که خیال میکی که افخاد بخصادی و خیلی تو خودت یا باره گفت فکر در او کامنتاریات یک بار بین چی حقارت های بیزیبی بدترین من میتونم از میدارم با خدا تا سهر 100,000 کامنتر حقارت داد میکنم قطعی همون کلیگی تو اقبال حسین و همین مخالفات و همون مبارزات همون کیات قطعی حقارت معنا نداره. هنره همین گپ زدی که کدام گپ قطعی کنه که برادر عزیز انا که بیست بیست یه دقیقه بیست خیلی گفتی که بیست تو نمیخوایی که یک نفر بیای رئیس جمهور باشه که در تاجیکستان آب سویتت قطع نشوه کودکات 500 تومانی تا سینی 18 ساله را بگیرن معاش خوب داشته باشی همین چیزا را تو آرزو داری یا که نه؟ اگه تو یک چیز گوش که من میگم من آرزو دارم نه که همین چیزا همه شکل شسوده گریف سوده. تو من از مثال گومد که فلان جا تو میخیزی میگی که تو اون خیلی میگی دروغ میگی. من خودم گوش که من خودم با چشمم دیدگیم همین تو چیز فکر میکنی نمیکنی من در اون دنیای مثال جواب میتم در همین گپم در دنیای گورم مثال من خودم در یک ناحیه من دیدم همین مثال بچه پولی در همین اداری جماعت میگم قشلاق اداری جماعت میشد میدونی ها؟ بله اداری جماعت من مثال یک همون رایم پرسیدم گفتم همین چیزا هست کامراتون را خاموش کنیم و شما را قبول کنم. نفهمیدم آجا یک نفر میخواه همجا قطعی خودت صحبت کنه. خب سلام بفرما. سلام علیکم. و علیکم السلام الماس جون. من قطعا بچه بحث کنم بچه سستی بچه هم وجود پریزیدنت میشه. گوش کن مرا 25 سال پیش آوازو میبیویه؟ بله بله 25 سال پیش هیچ که وطنی ما را خیتای در فروختگی نبود. 25 سال پیش هیچ که زمینی ما را قرغیزستان در 50 به 50 تقسیم کردگی نبود. 25 سال پیش دسته سگای رحمان نمیدرویند اویله ها را کشند تا استو ما گپ ازنم تو را ما پیش در آمدنم به دشنوم به حقارت من خواه یادم باز تو را یا نمو دشنومایت میکنم نگو تو من دشنوم نکردم تو خودت سگی یا کسا سگ میگویی. تو اگر سگ نباشی که تو نمیگی رحمان آخی تو گوش که تو خودت اگر ننگ و ناموس من تو را اول گفتم که من به حقارت گم میزنم وقتی که حقارت کردی با من به این حقارتت میکنم. تو من حقارت نکن تو من سوالی نکن تو حقارت نکن دشنام نکن تو حقارت نکن
گوش تو کن رسمی نشه. تو من گوش کن وقتی که شغاله بله وقتی که شغاله دمش جقیدی واقعاست دمیدرویا من دمیتر جقیدم تو چه واقعاست دوری تو گوش کو گپای من 25 سال پیش چی بود حاضی چیه تا گفتستم سگی رحمونوف میگن اوخی تو سگ نباشی خب که تو چی کن تسوخته گرفت یا اکو همه باید گپ گریزونه ده باید ما این کمبودی ها را گپ نزنیم گوش که مرا تا اگر ناموس میداشتی باید برده میگم سگای رحمون در اومده دسته خلق کنی بودم ما کشتیسیان با همو بچه های خودتون برده تهمت کرده شنوندسیان تیره پریکراس نمیدونی اوزا میبیاسه وای الماس بله 100% بفرمایید 25 سال پیش گوشی تاجیک نبریده در دهنش نتکندن 25 سال پیش تاجیک تروریست نبود نکی در همین درونی 25 سال در این همی تو به نموز قطعی جنا بود ملت تروریست تهمت کرده تو حالیا کمونیلین 3 تا تاجیک همی برام میکشه در دست شفتمان میته تروریستو 3 تا تاجیک همی برام میکشه در دست شفتمان میته تروریستو کدام سگی دیکتاتوری ده که ویگد نهای کدام همی پوتینش ده یا تای دیگرش تاجیک به صحیب قپش رنگی میگه کم پیشه که ای بیرون میخواه میبیوری میگه ما موشو شکر که شما انا همی خیلیه تاجیک همی خواهن میبیورن ما تروریست برای ویگد نهی خودشون فیسبی روسیه ای کور ویگد نداره ای پوتین ای خوش مردم در این همی تروریست گفته ترسونده سای تاجیکه این همی قربونی کده سای 25 سال پیش ای گپ نبود فهمیدی؟ نکی جنوبی تو تای 14 و 6 تای تلخش کفیده یک بار نمیگه که همین یک تروریست دکازت کن یک بار نمیگه تو با تو واس میکنی شغل بسری من اوز را بالان که چی میگه امو زواد و فابریکا میگن تا برو مادر وای برمد وای در واتساپ زنگ زدگی بود برمد گلاسوال موند او آدم با فیلم که در همین اروپای نمرای پولشگی ای من در چه حیرون نشان که با اروپا را میوین آلماز جون ایما یک صحت نصیحت گوش کن آلماز جون ای خیلی را نمر تلفونش میگیری نمر تلفونش یک جدا خوش رو می نویسانی وقت و ساعتش بیویا این همی 33 سالی این همی بدبختی توجیک ایروی این همی خیلی نعلتی وای این همی ملت بدنام تروریست شد بدنام گستربایت شد بدنام جمشود شد بدنام همه چه شد ایروی این همی خیلی نعلتی وای ایروی این همین ایروی اونمو بوتلکای دیگه داریم که گپی زدگیش اکترمیستا تروریستو گام میزنه که خودمون بدنام کرگیم مورا که بدنام کرگیم مورا امام تپک بدنام کرگیم قطعش شغولش این شغول اینا من درومدم دمشه جقیدم واقعا درومده تو حوزی درومدی مزا نصیحت کردی که یک با یک گام میزنی چی واقعا دوری سگ میگم اپا نگاه کده یک چیز گفت که بازی پیشروی شده 25 سال پیش خیلی نبود که مثال آوا میکشتن سویت میکشتن یکون کس خبر نمیکرد بازی مقصد خبر میکنن بعد میگن که 3 روز نمیشه در 33 سال اینا نتونستن مشکلی کمونالی یک طرفه بکنن بعد اینا کجا دیگه با دلش میتونه یکون کار بکنن این بدبختی ما میدونی چه ایروی به سعودی ای این همی خیلی نعلتیو سواد ندارن چی گفتن خودشون نمیدونن یکی میبرویم کو این همی چی گفته پروپاگاندا این همی تمالخ کوری اگر همین نعلتی کو به نامی الله ناموس داشته باشه وطن تفروختنه 25 سال پیش زنی توجیک تایپای خیتوی نمیدونم خون نمیکرد حاضر لوبای زنه که توجیک خیتوی خطی گشته سن آخی تو پد ناموس داشته باشه اول پیش همجا درومدن شیر فیگر کن خیلی مایل یکی اون خیش در همه امنیت کار کنه دزی کنه گرگی کنه ای توقعی همی کارا میکنی یه روز نه یه روز خیش سر میکنه وقتی که رفتی لاگروی خیتوی در غلطی دی نالتی انا اوچن با گپوی مبارزو با خاطرتون میرسه هر یک نالتی تا گفتستیم اینا با اینا توجه که گرفتم مدافعی کار میکنم اینا با کی همورا میگیرن کی پشتی همورا میگیرن
نالتی هم که پدر و مادری که همین فرزندش راستی روی میکنه و اینا که شینه گیره کنه. بله اوخی این بدبختی ما ایروی انا میخلی نالتی های بدبختی ما ایروی نامو ایوبی بوتل که برای اودم ایو این همیو ایو این بدبختی ما این همیو انوخی буш охирда шаволи навати эту матрам гаму ҷанобти если чо кам тарак зуруш ба муҳиддин кабирӣ нараса бас роза ё экстремистам ё террористам аха бадном ҳамин сразу як тухмата дар гардани як кас э навати худи террористӣ ҳафтпишта террориста навати сагои гирди террориста ҳар якта ҷавоб меги навати ин номери шавола намисон дар кор меша дар худо рост мегӯ намисон ҳар якти и чеҳраҳошона номерошона ولی وقت ساعت شما ای کامنتاریاشون رو میرویم هر یکش جواب میگه اما دست و پنجه همون مدلی که همین خیلی سگره کلون کرده که ای بخش میبرم میپرتون انشالله اونی مردم ها جشونده یعنی مالی رحمت قبول کنید خب برادران گرامی قدر اینک ما را تا 700 نفر تماشا داره برادرای عزیز ما بمونه برادرای عزیز همون لایکاتونه به طرفی نکنه سبب همون لایک شما میشه که یک نفر میبرویه و فکر نظرش میگه تا 700 نفر ما را تماشا میکنه متاسفانه یک نفر نمیبرویه فکر نظرش درباره همین انتخابات صحبت بکنه مردم ای چی شما میترسید من شما را نمیگم که چهره قطعی بیایی که رحمان شما را برای زندان میکنه همه خیلی زنگ تلفنی میتونه که واتساپی زنگ بزنی صحبت بکنین فکر نظرتون بگین میتونه که در استریم وارد بشوید فکر نظرهاتون بگین متاسفانه نمجا یک اپا برامد یک برادر دیگه یا چاپلوس برامد با همین اپاشکا برامد و گریخت خب به همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه ما را دستگیری بکنه نگاه کنه که حکومت چند ساله که همین خیلی پروپاگاندا هاش میبره و میآید تنها یک حزب بگیم که برد میکنه حزب رحمانوف یگان کسی دیگر نمیآید برای چی؟ برای که رحمانوف ما میگیم که دیکتاتور است یک اویله اومدگی تاجیکستان را غصب کردگی ولی بعد به این گپای ما میآید چند سال پیش خدا رحمت کنه عمرعلی قواتف میگفت که شیطانی واقعی این در درون تاجیکستان است امروز ما نو درک کردیم خدا رحمتش کنه روح شاد باد عمرعلی قواتف که امروز ما به گپ همون آدم اومدیم ای مردم بخیزه گفت پگه میبرن لط کوبتون میکنن بعد میگه که کاش که قطعی همون عمرعلی قواتف میبدم همون چی انا او گپا نو دمو تحصیل داره ولی گپای ما روزی که ما مخالفین گپ میزنیم ممکن که اگر همین رفتن بگیره چند سال بعد به شما برسه من میگفت بعد میبروه یک کسی برنامه ده میگه که او همجا یک برادر بود میبرومد همین گپا رو میگفت ما کاش همون چین قطعی همون برادر یک جای میشیدیم یک کار میکردیم همه این چیزا ثبت میشن میمونن در شبکه‌های اجتماعی خطاگی میکنیم یا که خطا نمیکنیم این چیزا همه در تاریخ میمونن برادرای عزیز کی چی کار کرده است کی چی میخواست اینو میمونن به همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه شما بمونه برادرای عزیز همون لایکاتونه کسانی که مهمانی برنامه ما هسته برادرای عزیز حتما آبونه شوید در برنامه ما کدوم روزی که خالی باشه همون روز برنامه داریم
این خیلی نیست که من در یک هفته یک روز برنامه داشته باشم یا که 2 روز برنامه داشته باشم. من بینم که یوتیوب تاجیکی خالی یگان برادر مخالف یگان برنامه نداره، من میبرم صحبت میکنیم با مردم. من نمیگذارم که یوتیوب تاجیکی خالی بمونه. ولی شما ببینید که اون کلاقاق ایوب یا که یک تا دیگهش میره در برنامه همونا اشتراک میکنه. من نمیفهمم. یا مخالف میبره میگه که برادر عزیز بیای فکر نظرهاتون بگین درباره انتخابات. متاسفانه یک نفر نمیخیزه صحبت نمیکنه. بعد مثال ما 1 ساعت نیم ساعت بکنیم برنامه را، بعد میگه که برادر عزیز ما نتونستیم در آمده صحبت کرده یا که شما چه کرده که ما نتونستیم آمده. من به همین خاطر میگم که برادر عزیز به یار و دوستاتون پدیلید بکنین، نواره بمونه لایکاتونه که دیگرها ما را ببینن. اگر 1 نفر لایک بمونه بعد چند نفر دیگر را وای اویدیمله نمیشه که همین ویدیو تاپ رفتن میگیره. ما را 600 چند نفر تماشا داره. متاسفانه من 130 لایک 137 لایک گرفتگی. لااقل 500 250 نفرش باشه که مثال لایک بمونن پدیلید بکنن دستگیری بکنن برنامه را، باور که ما را 1000 نفر زیاد تماشا میکنن. اگر 600 نفر 300 دونه لایک باشه باور کنه که مردم تاجیک با تستر بیدار میشه و میفهمن مردم. خب بازم میگم که برادرای عزیز، کسانی که میخواه صحبت بکنه بیاید در استودیو وارد بشین. برادرای عزیز اینا باید بار دیگه در اینا برادرها در کامنت مونده سادیان اما سیلکارا یا که اینا باید بار دیگه خدمت میمونمش. کسانی که میخواه برادرای عزیز صحبت کردن بیاید فکر نظرهاتون بگین. بازم غیر این صورت برادرای عزیز ما بینیم که هیچ کار نیست. من فکر نظر ما گفتم، میخوام که فکر نظر مردم بگیرم. برآمدیم 1 ساعت گفته هستیم که برادرای عزیز میخواهیم که درباره انتخابات قطعی مردم صحبت بکنیم که مردم میخواهند همین انتخابات یا که نمیخواهند. متاسفانه 2 نفر برآمده 600 نفر. بعد کنیش نباید ما گیله میکنیم ای رحمانوف که رحمانوف داره امروز 30 سال یا 33 سال شد حکمرانی میکنه. یه مردمی که خاموش باشن 100 سال دیگر هم همیخه میروه. میگم که برادرای عزیز چند شهر نوحیه ها برای در همین انتخابات یگان کار بکنیم تا روز یکم دیگم در اوجه انتخابات های تمام دیگه کردن در کار نیست. یگان کار تا روز یکم 1 هفته دیگه مونده برادرای عزیز. 1 هفته پس تمام دیگه روز جمعه دیگه بگیم که ماه شریف رمضان های. به همین خاطر ما را دستگیری بکنیم برادرای عزیز. خب اینجا 1 نفر در استودیو حق. سلام علیکم. سلام علیکم و علیکم سلام. امیدوارم خوب هستن برادر. تشکر. بفرمایید. و برادر برای انتخابات چی گفتن؟ من برادر که نه صحبت کرد افسوس که چیزی نمیدونم نمیشناسم داجه همو چی میگن پارلمان همون حزب ها را نمیشناسینه؟
برادر عزیز صدا قچچه یک کلابی. سلام علیکم، بفرمو. و علیکم السلام. سوزی المشتو خوبی؟ سلامتیات خوبه؟ و علیکم السلام. بله بله انا برادر برای بفرمو. انتخابات برای انتخابات میگویم مقصد برای دپوتات و پارلمنتی راست گپ چخیل بگم تری دپوتات من سریوز نه خدمت تا وقتی که عقل من میشناسم میدونم روز دیگه پالماسیون دو بار دمی درنی سیزویت یا بار در سیزوی کلوب یا بار دیگه در سیزوی قرغان مجبور موکدن کامera با کامera مقصد کدومی پس اولی سوچیدگی نبودیم ده خیلی سرو نگرفتورم مقصد میارن همونجا برای نمی دپوتاتو مقصد نامزدی ده چون میکنن هم مقش تایور تامیره امضا میکنی شلوب میبری یشک دمی پارتویش نمتریش ده مجبور بودگی من انا خیلی سمدنگل خدم یک بار قطی رامتیاتم رفتم که در قوت داریم در کلوب در گسنیچه یک بعد انا اوزی میگوی که کدام حزب میگوی الماسشو حزب نگو باور که حزب میگوی بر پدر یه ممالی نالد اولادش میجون با برای حزب گفتن انا ما اگر حزب در اواستی باشه امی حزب یاجی میرزا هم بد نیست حزب طاغوت پرستی توبه کم خدا اوخی یک گپو میگد نخود دانومت بمبرم الو امی راستی نخلی گروه تو زد تاجیکی بگم تگر الماسشو امی اوجی میرزا را چی مول منصب داره امی خداوند سبب کرد به امی مقصد به امی جبک تاجیک اما آدم به همه منصب رسید به همه منصب با دو دستکا و نمی اوخی پول نی کتگاری اگر نی اوجی میرزا وری پیونسکای التر رنگ امی کی وری بادی ممالی وری هم تری التر بود در همون دوره مکتب خونی بعد دوره مکتب خونی نگاه کنید این خطا که یک آدم یکم چخه بده بعد چخل شید اون مرده خدمت کردگی خدمتش باید قدر کرد برادر عزیز حاجی میرزا خیلی نه تو گوش کن مرا خطلو نه مسلمان کردگی اون مرده که بمونه نه الماس شو بست مرا گوش کن بستا یا مینوتا کجان مرا نگو کن حالا بی اینه توز میگو که اینه تریه گفت توغری خلق کلاواری اکا جاهیل نبود من ندیده بودم دمی جمهوری تاجیکستان خلق کلاواری جاهیل نبود امی حاجی بس سبب شد امی حاجی میرزا مردم جاهیلی را بس کرد ایشنا ما رحمت میگون گب نیست یک جوان نه بداجی تا آخرت شد رحمت نه که همه امی را خست برای یک طاغوت نو کدکه همه امی را برای یک طاغوت نخود دانو مدمون برم خداوند علم داد بگوی که سال نو روسیه مقصد اولسورا سال نوی را مبارکبایی که برادر عزیز ولی وقت ساعت داره نگاه کنید همین او رحمان فچپا کنیم به خدا قسم دروغ تو نمیگم همین حاجی میرزا مبرام یکی میگم من ظلم کردن که من میگم پورا بگم اون مردک عالمه چه مبرا زیدی دین گپ میزنه ای اخی تری نگیش چیکار میکنی میجوشی تری خداوند حاجی میرزا را برای چی نصرت داد؟ برای اسلام نصرتش داد عزتش داد خوب مارا گوش کن یه مردکی خوب خداوند نصرت عزت خداوند خودش داد نه که با چی ما میخواد زیدی ساتر گام میزنه میگه پیشوکی ملی پیشوکی تاجیکی اول وقت صد دعوت با ساتر میکرد وز بابا پیشوکی تاجیکی گذروندش میگم که او برادر مجبور است این چی میگو برادر عزیز اون مردک نه مارا ها بیا خیلی گوش که مارا علمت شوه بیا خیلی خیلی میکنیم اولی گاب تبزم بفرما گاب نمیزنی اینا ما علمت شوه اینو وزی گوش که مارا علمت شوه اینو وزی جمشید خیز دکونگی کرد روزو شید با گرفت طرف اینو کلاقو قیایو با خپید
اوز بو قطعی ناو برآمد که استای مقصد در برنامه ناو برآمد اشتراک استای یا وقت قطعی تو بود قطعی تو بود نمو ورمیو هم بعد ما روز دیگه پالماسشو خدمم کیفی بچه گذاشتگیم روز دیگه نمو ورمیوی که در نمو جمعه برآمد مترو در میرفت کو دیونخاری میرفت نمی چیزورا مقصد نمو وقتی باید تا دمه برآمد کاروت که گام میزد کو نمو چون بانک زدگی بود پروستا ایزوی مومین اومد در منبر بخیزی ایزو بودی این اخیر همون کاری همون خود شوشکار شید برادر عزیز این مبارزه نمو ورمیوی که می برآمد قطعا همینجا برنامه تو ما همین یکم برادر عزیز یا نفر میاد دم با مجی قانش میبره میره و پشتی و پدر مادرش مقصد اینا برادر عزیز نگاه کی جمشید ای ما یوقیم خیلی با فکر میکنم که ما خود یانتن هم پرایم پوری شیطانی بود خلاص دیگه یگان چیز دیگر نبود این همه مخالفین والله من قسم میخورم که این همه جمشید قطعی این همه جاویدان فتنه در بین مخالفا هر دین همه انسان ها نباشند در همه اروپا شما تماشا کنید که چه مردم مخالفین یکجا میشوند چه رحمان فضلش شو میتیم این پاتو من میدونم که اینو سلام رسوندگی هم به نفرهای بالایی را پروستا اون نفرها نمیدونن که سلام ایکی اومدگی به اونها را ولی میفهمم به قریبی من خیلی پیشکی گفته بودم که اینا فتنه در بین ما مخالفا باید ما اینا سرنگون کنیم من بازم میگم که همین منبر خودم که رحمت به بچه های گروه 24 قند تا نبزنه تصمیم درست گرفته نسبت همین دو نفر که گفته که اینا اعضای ما نیستن و که طرفداران ما نیستن مالادس گپ سونا دارم خواهی دکه چخیل بگو معلومات شوی من مقصد راستی گپ من می آیوتی همی obraziznim maksat seriyoz namiگم تیتاری اگم پانوش نمیکنم کسی می جمشید من می خدممو همی obrazizn نگذاروندم ای سرم میدونم نمو ورمیوی که مترو دم میومد نوشنیکوش در گوش زدگی میخیز کاروت که همی 3 دقیقه نمو ورمیو بانک زدگی بود لیکن میگن که ایزوی مومین اروم دمی جوز میخیزم یک گام میگفتم میگن فتنه بعد نتاری تو میشیدی تا برای همی مقصد همی کرور نمیکردم لیکن من مایست سری خودم گذروندم این میرا چخیل وزی این وزی من مثال بگم ده الماتو 20 نفرها میزنن یگان مشکلی نیست من زیدی بانک زنان نیستم لیکن آدم وقتی که میزنن نرینه هم که بزنه که راه شبره وقتی میزنی بعد روزو نشود روزو نه نرینن دیگه ریدن برینی خود تو قام فهمیش نه که نتاری بعد دبای را بیو تروزو نشای تروزو نتاری نشای انا اپشتین هم تاری مرغو بعد نگان که بعد نگاه بانگی شیطاری بود ناو گرچ کشی نتاری بود نه ایش نتاری بود اپشتین هم تاری تروزو بعد نومی اما پس میشوا این از اپشتی و میرزا و ناو ملوی دیگرش از یا خیل ملوی تاجیکستان وریعتی نیست باوری نمیکنن ایوه یکون فتوا نمیگیرن نه تاریش هم کم طرف گفتم ما بچه بو قصوادی دینی و تاری دنیاوی ندارم نه که عقل دارم و عقل با ما یمیلا بفهمم ماش برادر عزیز یا جهان تشکر اینجا یک برادر دیگه هست نه تلمسشو همینجا داریم گوش میکنیم بله چنین میگم قبولم که پیش نوازی نو گفت که 25 سال پیش نو جای مرغی دیگه برام یا بودی که دیگه خویاورداری کستای 25 سال پیش تاری 25 سال پیش تاری بگو باقی 25 سال پیش بر پدر دولت سویت کشی و قوقنی ایتاری چیزو واپشه نبود آقا چه توبه کم خدا در یگون سویت داشتیم 25 سال پیش بله آقا چه اوامون او چو چیگ نداشت یک دقیقه میگه که رحمانوف بازی خبر میکنه که آب یا که سویت نمیشه این پیشروی 25 سال پیش اوگو میکرد این اول اوگو نمیکرد اوگو میکنه سویت کشیده یک دقیقه برادر عزیز یک دقیقه برادر عزیز امجا سلمان خوش کنیم
سلام علیکم. و علیکم السلام. من همین دیگه دوران همین دو در روز میگم که آماز مرا نکرد. اون من گفتم گوش کن. جمشید بانگ میزنه، عرق میزنه. من گوش کن. گوش داریم. جمشید نمیبروه، فهمیدی؟ جمشید چی کاری کرده نکرده؟ برومده مردواری در قوت شما استوده الماس، در قوت شما. من در این گفتستم حاجی میرزا پشت پنجره نروم گفته، زبونش در پشت امام تپک چسبیدگی، بله در پیش امام فیرال. فهمیدی؟ بله جمشید بانگ هم زده، چیز زده نزده، برومده در قوت تو الماس، در قوت تو استوده. نه که شما همو میگن که بازی نکن به ارباب، ارباب زند به هر باب. او جمشید کسان باشه، نه که فعلش رنگی بودکوی. این همی شما خودتون الماس. های میگن که شیطان اگر جوش خودش میگیره بخوچه در گه میشکه، او جمشید یک گه های. من نمیگم که او سواد داره، او رنگی من یک به سواده یک گه های. نه که زتو گپی حقیقت گپ میزن. شما که شیطان اگر جوش خودش میگیره خودش در گه میشکه، همون شیطان ها خودش در همون گه شکیدن بوش برو اومد. همون جمشید نه یکم که شما در کار داشت پروتیف دیکتاتور زده بود. نه که شما آمده در گرد او شیطان ششته، ای بو ایگ جای شما هم رفته در همون گه کورکورونا پیشپایی خورده. من برای چی گپ میزنم؟ وقتی که شما رفته او را زده، فهمیدی؟ وقتی که یک آدم غرق اپا جان شما نگاه کنیده. اپا میگو که رفته جمشید از زده، من با یکمش که نزدیمش، زدمش مقصد بسیاری میشود. من حقارت کرد. چه من همو یک آدمی که ترا ای خواهرت ای مادرت ای همه چیز دشنا میکنه تو باید هیچ چی نمیگفته است. شما را گوش کن. شما خودتون او را چقشیده، شما خودتون او را ای اول برماری چقشیده. او در توی آشی ما را خورده، او در توی برنج ما را خورده، او در همین گپی هست شما گپ زنی. برای چه که شما گروپتون من ترانم که انسانی خوبی، اون بچه که یا بچه که دیگه که برادراش کشتن، او انسانی خوبه، من دلم در اون میسوزه. یا بچه غرمی او بچه خوبه، نه که اون نمیدونن که در گرد شیطان قرار گرفتگیان. وقتی که شما خودتون جمشید چقه شده، او گودک با گفتم میگن که بازی نکن به ارباب، ارباب زند به هر باب. وقتی که شما خودتون او را خلا کرده چقه شده، او کنش نمیگتونه. یکمش گوش کنه، من میلیون تا حاجی میرزا را به ناخونی پای جمشید نمیتیم. فهمیدی؟ برای همین شما او را حقا نشوید، خودتون در پرابلم نکنید، خودتون شرمنده نکنید. جمشید شرمنده نمیشه، شما شرمنده میشید. برای چی که شما خودتون پرزیدنت شوید، یا دیگه مولای و یا دیگه و من نمیدونم استادی عزیز اعلی حضرت میگن شه نخو خیزی به جمشید سر به سر شوید. تو چیکار داری جمشید بانگ زده؟ جمشید چی تو امروز با یک جمشید سلام کردن نتونستی؟ تو پگه ملت چیکار میکنی؟ قطعی ملت خیلی رفتار میکنی. اگر او دیکتاتور نمیشد گپ میزنی آواز میکشه. کاغدا خودش در ویکد نکشتم آواز یگان کار نکنم ایستادم گوشت که هستم به فیلم عیب اینترنت اونای من دستام این نمیخیل اگه ایستادگیم ما نگویی که یگان کار کرده سدای. خب این اپا با فکرم که چسبید. خب یا جهان تشکر. هر کس فکر نظر خودش میگه. نکی اومد تیمه دیگه شید جمع درباره انتخابات بود مدن جمشیدش کردن، حاجی میرزاش کردن، انتخابات موند با رحمانوف. برادر حق اگر اگه چه گفتنی باشی بفرمو. برادرم او دوام سخن ما بگم خیر درباره انتخابات چیزی گفتن مقصد گفتم که نمیدونم امو اعضای حزب
و بعد حالتی که داجی همو یک اعضای حزب میپرسه امیر رادیو آزادی میگه دعوای کرسی دارن، میگه نه. خیلی وقت یک کس در انتخابات نامزد موندگی یک گروه حزب تو میگوی ما دعوا ندارم، دعوای کرسی ندارم، مثال ایخچون بخچون معلومه. و همو برادر خوجندی مونه به یک مسئله دیگر شما گفتی همین اپا برامد گفت زد که کم ترسست است این مسئله ده. هر یک منطقه را با همون منطقه خودش میتونی در جوش بشنونی. همین راه خوجند ای کدام سال تا حاضر پولکیه یا ریسه که یا ماشینی که میرود تا آخر چند سامان میتونه تا خوجند ای شنبه تا خوجند. این مسئله هست که 70-80 سامان ماشین مایده بوده 200-300 سامان ماشین کلان میته تو حاضره او با چند 33 سال سوم سپاریدستن با همه خیلی سپوران میروان و تا آخرم تا وقتی که همه حکومت هسته و یا میسپوران و قرضی او راه بود شوی نداره. هر یک منطقه را مثال هست کمبودی هایی که میتونی با همون خودش در جوش بشنونی یا که در مسئله برنامه تون گپ میزنه مثال میگین تو 18 ساله را هم خیلی 500 سومانی کودکاشون بگیرن مثال نمیخواین که مثال کودکاتون همه سوما بگیرن همه خیلی معاش این هم درسته با هسته کمبودی های زیاد هسته که میتونی او را مثال در بین بیاری که даже در دانشگاه ها نمیشه بودجه وابشی با فکرم که اوجه تماما بودجه همی چخیل میگن طریق بودجه‌ای خوندن در دانشگاه ها با فکرم تماما بین بردگی هن و دیگه همه شهرنمایی هم در گوارت همه سپورید در دانشگاه شم در مکتب شم در همه جا سومه یوخی. بله. بعد مسئله که بعضا وقت میگن دعوای پرزیدنتی دارم این هم خوبه با میشه حالتی که مثال بعضی مردم ما وقتی میگوی دعوای پرزیدنتی دارم میگه همین دعواش مقصدش همیه که همین автомат بگیره و ما پرزیدنت شم باید نه همه خلق انتخاب کنه مرا شاید پرزیدنت آینده در همون درون تاجیکستان باشه در همون زندان باشه مثال بگیریم همین عزت امان اگر نامزدی شب مونه ما فکر میکنم 80-90% مردم ما همه آدم یک بار شناختن دیدن چه خیلی برای خلق مهنت کرد 100% باوری دارم که ممکن شاید عزت امان پرزیدنت شوه. مثال ایرا خلق انتخاب میکنه این چیزایی هست که همین شهرت پیدا کردن عزت همون هم با واسطه همین مهاجرا همین بود که دستگیری کردن مقصد مهاجرا را رفت خطیشون شیشت رفت دعوا کرد سمای مردم گرفت نه که 100 افسوس امروز هیچ کس به قدرش نرسید هم فراموش کرد که عزت همون کی بده چی خوبی در ملت کرد. افسوس برادر مردم ما خیلی بیدار شون همه بعضی هم میگه که ما یکم پرابلم قطعی همه مثال همه حکومت ندارم خراشو ما هم یکم مشکلی نداریم خیلی بگذار یک بار ایواز شوه همه مردک برین یک بار ایواز شوه کوبا بینیم چی گپ میشه آخه شاید همه یک از 50 سال حکمرانی کنه در حکومت. بله این همه در ترسه که همون جنگ شهروندی میشه یا که با یک کسی دیگه شوه تو او اولاد چه سیر میکنه ما یا بوره قفا میریم ما دیگه قفا نمیریم ما همه قفا رفتیم دیگه هم موندگی ما در جمون مردم تاجیک سکارش قفا شکستگیه فقط باید با پیش برادر باور کنید نمیفهمیده بعضی حالت های هست که نمی برادرایی که میبروین دعوا میکنن که همی حکومت تینجه یا که یکم چیز ما خیلی 1000 بار شکرانه خدا تینجه نه که یک بار همی حکومت ایواز شوه یا بار ببینین که چی گپ میشه همه دولت ها اینا حاضرم در اروپا وی برفته سه یا انوجه میخوان که هم میگرانت ها را سر کنن اینا ایمینوی افغانو را یا که همه آبش میگرانت ها در کم دولت ای روسیه هم میگرانت ها سر کردیسن ای اروپا شان ای امریکا شان ای همه جا هم میگرانت ها را اوجه بیرون کردیسن خیلی باید یک حکومت شوه که یک جای کار تامین کنه یک نمیدونم یا پیشروی کنه اوجه باید یکم چیزای شده که در اون دولت خودت کار کنی شهر نیست که همی فقط مهاجرت میاد در اروپا کار کردیسن میگه من 10 سال شد اروپا میرم میومم طرفداری همه حکومت داره حد اقل نمیگه که خیلی هست کم بود یا بیا بگذار یا برای پرزیدنت ایواز شد که بینیم چی گپ میشه در همی آینده. بله ما هم همین چیز نمیخواهیم برادر عزیز همین رحمانوف برای یک من انتخاب نکنه
من دعوا دارم، برنامه دارم. کسی هم میخواه هوا انتخاب کنه، پروست یک نفر دیگه باشه بعدی رحمانوف که ببینیم که چی کو میشود همین تاجیکستان. اگر رحمانوف بره و همین قطعش همین تاجیکستان هم میبره یا که چی خیلی شما چی خیلی تصور میکنی مردم. رحمانوف بره و تاجیکستان چی خیلی هم خمیسته همون که پشته همون او همش در جاشه یگان جو دیگرگون نمیشود. فقط رحمانوف نیست میشود. بله ما هم همیش در طرف داریم که بگذار یک بار همی خطیه ببینیم با همی عمر ممکن اوژه میم بریم امروز فردا که ببینیم یک پرزیدنت دیگه شود که چی گپ میشیده باشه. همی بیوش هم دیگه در تمام دنیا ما را اوژه با همون تروریسم میشناسن، اکستریمیسم میشناسن دیگه. بله اینای برادرمون هم برای حاجی میرزا گپ زد. خیلی در حقیقت هم نه تنها حاجی میرزا، اینجا بسیاری هستن از ما طالب علمایی که در حقیقت مجبورشون میکنن. خیلی افسوس که و یا پام راست میگه که به خاطر پس پنجره نرفتن همین راه انتخاب کردن. نه که ایشون نورالدین جان اگر مثال بیاریم همون میتونست که چاپلوسی کنه گپ نزنه، نه تا آخر گپ زد بر ضد حکومت، طرفدار حکومت گپ نزده بس کرد به همون رفت. حالا آخرت شو آباد کنه. بهترین انسان نما حاجی میرزا را میتونست همین کارا بکنه، دیگه ش هم میتونست همین کارا بکنه. حداقل طرفداری نمیکردن، خاموشی را احترام میکردن، طرفداری نمیکردن. لیکن ان شاء الله روزی میشه روزی که آزادی شوه و آزادی سخن باشه، یک بار ان شاء الله همین حکومت عوض شوه، مردم یک بار حق خودشون طلب کنن. دو در جان باشه من گپ نزنم. گپ زن. الماس جان من تلفن مرد تو من نکشتی ها رحمت دروغ نگفتی. گوش کن مرا. ای من نصیحت خواهی و قبول کن، نخواهی کو با این نغماتون شما انقلاب کردن نمیتونین. گوش کن، وقتی که یک آدم اومد در قوت ایستاد، جانش در خطر موند، پدر و مادرش جانش در خطر موند، شما نباید او آدم ای تو بانگی بدی تو بینی در روز بدی تو مادم معقول نشدی ای پیش دیدم میشه معقولم نشد دیلم خنک شد تو خودت وای مبارز پروتیف دیکتاتور زدی سی تو خودت کی او را میرو اومدم معقول نشد او قادمی نبوده تو کی خودت تو را جان من معقول نشده نه. جمشید یک دو روز بعد تاجیکستان میروه، روز 28 معلوم میشه که کدام روز میروه. من چه آشکار بگم جمشید یا بزی حکمت های، جمشید یا بزی حکمت های. من اثباتش کردم که جمشید یا بزی حکمت های خطی جاویدان. شما گوش کن، شما من جاویدان تنم میدونم نه که شما یگون تدبز نیستی. شما یک برادری مبارزی خودتان سرش خوردید. فهمیدی؟ برادر وای مبارز نبود، او حکمتی بده بین مخالفو. شما حدسه بفهمی اپا ولی کمی تر بیست بعد میفهمی که چی گفای. تا روز 28 ما بیست تا روز 5 ما 28 تا 5 ما گوش کن همین لبای آدمی که حکمتی های دهنش هم غای جای میاد فقط دشنا میکنه حکمت با دختری فلانیه ویزف میتیه با بیسمدانیه. اینا حکمتی تحصیلی گبزنیشو کارشون همینه که همون رحمان فقرات کنم کک به دلیل ما بدرویه نه که در اصل او حکمتیه. بیلا قربان فهمش نفتی نامی عثمان همه آدم حاجه دقیقه اپا همه آدم مجبور که زاویه نویسه امروز در زندان های این همی جمشید کردگی شد. ما همه ای چیزا اثبات دارم. من ای پیش خودم پراست نه ابرام گپ نمیزنم ولی شما بیستی همین صوتی من بگذره بعد من همه ای چیزا میارم نشون میدیم که من رنگ جمشید وره یا پریپیسکا خودش مینویسه و باید تلفن دیگه و ای تلفن میگیره در فیسبوکش نشر میکنه. من خیلی نیستم او آدمی قمر داشنام کرده. من همه زفت دارم که من نمیبرم نشر نمیکنم. وقت ساعتش میاد بعد میبینه که من جمشید پشتش نمیگیره و من گفتم که او گهی به عقله نه که شما خودتان در همون گه شکیده. اگر او بوز میشد او انا
دیکتاتور تو خطی نمیزد یکمش دویمش که اوای نزده بدخون رحمانوفا هوای نبرات همونجا زلال دادگی همون آدم قپیده نشه نموند که ما بزنیمش من همونجا بودم اپا جمشید نبرات قپید نموند مردم هوای زدنی تو که جمشیدش چی میبینی؟ من گوش که تو که جمشیدش میبینی بعد تو بوش میگی هر چیزش گفتی اونم که نیست دروغ نگوش حیات همه آدم اکو شما سوزونده بسوز یافا اگر من هوای دا کزد کنم که هوای بزای کار نکنه شما یافا یا دقیقه من اگر اینمی روز 28 تا 5 مارت دا کزد بکنم که جمشید یا بزی خوینی وطن فروشه خوین خیانت کرده شده در این مبارزه شما چی میگی با این عرب زندان شد من گوش کن عرب باید زندان نمیکنن چه بزا زندان منن جای تو جای محمد اقبالو جای اون سلیمان شیطان کشوت شد جاتون کشوت شد انا اکو مبارزه بردن گیری ببینم که با کی را بس تهمت میکنی فهمیدی با من میبینم که با خدا یگان کس بز نیست اینمی لک پکای تمام با خدا من در یگان آدم بزی ندیدم یگان آدم تهمت با بزی هم ندارم من فقط اینمی ده تلک پکی که امروز برآمده بالا بچه در سری شما محمد اقبال هم های فرزندش میبینه سلیمان هم میبینه زندانه من نمیدونم اپا شما چی مشکلی داره با محمد اقبال یا که با دیگرش من خواهش میکنم که همین وای نکنی جمشید نباشه ما نمیتونیم استریمونه برده من یکون کس بدبینی هم ندارم اپا جان شما فکر میکنه که همین جمشید اون همون جاویدان نباشه ما مبارزه برده نمیتونیم ما به هوایی من چند بار مواشد نکنم چیده شده کو زندانهای منطقه دارید این کار شرط نداره من گفتم که شما یک مبارزه کم کرده اگر برای همین جای شما کشور اپا اونا مبارز نیستن مبارز اون آدم که یگان کار میکنه اینو چیکار کرده سودیان بانک زده در اروپا یک آدم فروخته مبارزه را تمام من در کزد گفتم کرده سودم مینم که جمشید آدمو را همیشه تاجیکستان روی کردگی با من خود گفتگی اگه مطرح تاجیکستان روی میکنم آی بی همون اینترنت اونای یا جهان من ببخش اپا با خدا آی بی همین اینترنت های اگه نه آی بی همین اینترنت های اگه نه یه هفته گپ زدم ما درباره رحمانوف گپ زدیم آوردن درباره جمشیدش موندن یا که درباره حاجی میرزا اومدن برادرای عزیز من خواهش میکنم که شما فکر نظرهاتون درباره انتخابات بگی نه ای جمشید حاضی به ما را فایده نه ای حاجی میرزا ما باید چیکار بکنیم که این همه رحمانوف آواز نگیره من میگم که یک پیشنهاد دارم بیا یک کار بکنیم میاین چون ما گیجا آخی نقل مینه در شما صدقه آخی چیتون بگم خب برادر حق اگر کوتاه بفرمایی یک 2 دقیقه دیگه انشاءالله که خداحافظی مینیم امروز تا 2 ساعت چی در برنامه مردم هم ناومده سودای 2 ساعت هم گشتیم کافی است فکر میکنم برادر باور کن امی مسئله امی بین امی جمشید شما یک مشکلی کلان شده شما خیلی همین اپا درست میگه باید دورا با همون حال خودش میگذاشتم میرفته خیلی هست حالتایی که باید گپ زنی برادر عزیز نگاه که من همون آدم گفتم که من هم چون مسلمان میدونمت کارت ندارم برا والله قسم همین گپا گفتمش گفتم برا کارت ندارم چیکار مبارزه میبری آدم بفروشی چیکار میکنی نمیکنی برا نامی من نگی تنها در یگانجا الماس زینا میکنه الماس ای خیلی های الماس او خیلی های اکه بسته گفتم پاد من ترا گفتم و یا یک کشیده سر نتیم تو نمیفهمی من اکه میبینم که چیکارش میکنم این 100% درسته برای حکومت که ای ترکیه
бародар Суроб Зафара бурд марали қувват факиштан барои о дар гурӯҳи шумо одам мондан як кори оддия ягон мушкилӣ надора барои ҳукумате ки дар байни мухолиф ду каса партоя ё як касе анима кунад мақсадаш боша киштан боша ё як касе оам баробари шумо мехеза ҳукумата танқид мекунад ба хотире ки дар даверияи шумо бидрояд неки ҳар як одам бояд бишноса ба ҳамин чизо ин одам омадаги салом расондагиай просто ҳоли ҳамо одамои калон хит кардагӣ нестанд вале рӯзи соатиш меояд баъд ӯ салома баъд мефаҳманд ки ҷамшед воқеан саломшон расондагиай просто имрӯз мутаассифона мардум ҳар як мухолиф бояд бидонад дар баробари модари тира азият додан модари ҷамшедам мебаранд дар пеши камера таҳқир мекунанд азият мекунанд нишон метиҳанд ки мақсад боварӣ кунанд ки ҳамин фош нашава израил як давлате ки ҳозир чӣ мегӯянд ҳамун сири израиля дар эрониё мефурӯ 70 каса ёфтанаи даруни худшон барои дарани мухолиф ду каса ҷо кардан ягон кори мушкилӣ надорам ман ҳамида тарафдорам ки имрӯз ба мардум ниёз дорем бародар нигаҳ кида мо имрӯз ба мардум ниёз дорем ки мардум тарафдори мо бошад ду нафар биёя ҳакимат боша ва яки ман раҳмонова фалон мекунам ё ки раҳмонов як хоина диктаторай ман чхевая бовар накунам бале рост мегӯяд ба ҳамин хотир ман ҳамин мегӯям ки мардакот фақат биёед дар мубориза хеле чоплус набоше баъд биёед рангинаи лака пак боше бале аз барои худо бихеледа ира бародарои азиз касоне ки мехоҳад ягон кор бикуна аз барои худо бироед шумо барои мора киштан барои мора сарнагум кардан барои мухолифина саркӯб кардан бо миллионтаҳои мо пайдо мешавад як умарали қувватов 2000 чанд биромад 12 шумо медонед ки имрӯз чанд қа мухолиф пайдо шудагиад баъди умарали қувватов бале 100% ҳами нофаҳмоии байни мухолифо ман фикр мекунам то ҳамун рӯзеро агар ҳал нашава ҳалли хича наёба пешравӣ намешава мақсад ози баъзе бародаро дар чӣ фикран ҳусейн ашуруф ба чеҳраи ошкор даъват мекунад ҳусейн ашуруф мегӯяд ки муҳаммад иқбол ба рахти хоби ӯ чӣ мешава кордор мешава мақсад и кори ван хатоа иш мега ту корит хатоа иша ҳама вақт дар як семья бояд як девона боша агар дар ҳамин мухолифат ҳамун девона муҳаммад иқбол боша ба ҳамун лаҳни тандаш бигзор ҳамун дар ҳамин муҳориба ҳамун роҳи худша давом бута уан ҳаққай ҳусейн ашуруф ба чеҳра даъват мекунад ишам роҳи муборизаша пеша кардаги дигаш дига пешниҳодои худша доранд як девона бояд боша ҳозир ҳамин чӣ мегӯянд ин ҳамин таҳлил мекунад баъзан камбудиҳои кормами раиси ноҳия ё дигар чизо ҳамун бародари азиз ман наметавонам мардуми бинанда чӣ фикр мекунад мо мухолифӣ ягон мушкилӣ надорем танҳо фитнара ин ҳамин яду таллака пак будан ки омадан дар байни мардум дохтан халос валлоҳи қасаме ба бародар ашуруф гап мезанам ягон мушкилӣ нест ба муҳаммад иқболам ба кабирирам ба додоҷонам ба партизанам ба астанаевам ба ҳама ин бародарое ки мухолифе ки чеҳраҳои ошкоран мо ягон мушкилӣ надорем мушкили мо раҳмоновай просто ҳар кас раи худша дорад просто яду таллака пак омадан фитнара дохта судиян ки муҳаммад иқболи хелӣ мега ашуруфу хелӣ мега ашуруф ман дар ваи барномаи ашуруф ягон чи против нестам ки ба чеҳра агар ҳамин мардуми мо ҳамаш бихезанд ҳамин интернет ку раҳмонов дилаш мезана мемира инқилоб як тараф беста просто мардум намехеза як кас мехеза ба чеҳра ҳамин як каса бурда маҳкам карда шуда бале дуруст ага барои ҳамин манам ҳамин хоҳиш мекунам ки ҳамин темаи ҷамшед тошто ӯ касе набоша не толка ҷамшед ё ки дар оянда бо як садо ҳаст бале садо хубе бародари азиз мо ин ҳамҷа дигар вақт дорем худоҳофизӣ мекунем
بفرما کوتاه انشاءالله که با فردا انشاءالله برنامه با بر وقتی میمونیم صحبت می‌کنیم. برادر که در آینده شاید با یک کس دیگر را با میگیرن داخل میکنن در همین گروه ها، این هم شکی باید نباشه. همین برادر عزیز صدا قطع وصل میشه. با فکرم که صدا برادر عزیز خیلی قطع وصل شد. با فکرم که برآمدی. خب چی گفتن این برادران عزیز؟ یک جهان تشکر کسانی که اشتراک کرده در برنامه. ما روزی معین نداریم برادر عزیز که فلان روز ما برنامه داریم. من اگر هر روز همین مخالفو اگر یکونتش کسل باشه یا که نتونه همین استریم شا برده، من آماده هم که در یوتیوب تاجیکی ببرم 2-3 ساعت با مردم صحبت بکنم درباره انتخابات، درباره این زندانیا چقدر باید ما همین رحمانوف با بازنشستی گفتیم برادر صبوری روان بکنیم. بیا یا برنامه بکشیم، بیا یا کار بکنیم. همه کسا برادر عزیز، من به تنهایی نمیتونم یگان کار کرده. وقتی ما میشیم ما میتونیم بعد یگان کار بکنیم. به همین خاطر به طرف نباشه برادرای عزیز، بمونین، لایکاتون بمونین. کسانی که مهمون برنامه ما شده برادرای عزیز در کانال ما ابونه شوید، دستگیری فراموش نکنید. انشاءالله که فردا با برنامه داریم، انشاءالله با بر وقتیش میگیریم که مردمی تاجیکستان هم ما را تماشا بکنه. ما را تنها آدمای اروپا یا که آدمای روسیه تماشا میکنن، برای که وقت مون دیرتره. به همین خاطر ساعت 6-6:30 ما سر کردیم برنامه را. فردا نصیب کرده باشه از ساعت 4 سر میکنیم انشاءالله که برنامه خوب میشوه. تا فردا را برادرای عزیز شما را به خدا میسپارم. باید ما یوتیوب تاجیکی را خالی نمونیم، باید به طرف نباشیم برادرای عزیز. تا انتخابات باید ما 24 ساعت برنامه بکنیم. نه که متاسفانه امروز مردم نمیدونم که یک دست یوتیوب پل میداد، همه همین مردم بلاگر شدگی بدن، همین میبرامدن گپ میزدن. امروز یوتیوب که سوم نمیتیه دیگه. خب یوتیوب که پل نمیتیه دیگه مردم نمیخواهم برای مبارزه ببرن، یا که نمیدونم مردم یا که واقعا برای سو مبارزه میبرد یا که بلاگری میکردن. خواهش میکنیم که برادرای عزیز به طرف نباشه، در برنامه ها اشتراک بکنه، دستگیری بکنه. ما همین 4-5 مخالفی که هستیم میبرایم برنامه میسازیم برای شما، میگیم بیای فکر نظرهاتون رو بگین، شما نمیبراین یگان چی نمیگین. بعد گیله رحمانوف میکنه که رحمانوف چند سال شد که همینجا. تا فرزند کودک اگر گیریه نکنه مادرش اون سینه نمیتیه. ما تا صدا بلند نکنیم، حق حقوق خودمون طلب نکنیم، رحمانوف ما را چیز دادنی هم نیست. به همین خاطر باید ما صدا بلند بکنیم. صدا بلند نمیکنیم لط و کوب میشیم، زندانی میشیم، قتل مون میکنن، بالاخره میدزن میبرن زندانی مون میکنن وقتی صدا بلند نمیکنیم. به همین خاطر به طرف نباشه، به طرفی به شرفی است. خب اینجا چند نفر رو نویستیان باور که برادرای عزیز انشاءالله من کامنت هر یک کدوم شما را میخونم. خواهش میکنم که بعدی همین ایفیرم فکر نظرهاتون در کامنت ها بنویسید. من همه کامنت های مردمی که می نویسن یک به یک میشینم میخونم روزی دراز. به طرف نباشه بنویسید انشاءالله. تا برنامه های دیگه فردا، برنامه دیگه فردا انشاءالله روز شنبه از ساعت 4 سر میکنیم انشاءالله برنامه را
بر روشنی که مردم تاجیکستان تماشا کرده بتونن. تا برنامه‌های دیگه خدا نگهبان. سلام علیکم.